پروردگارا، در پایان این برنامه خوب بندگان خالص شما به درگاه شما دست بلند کردن و شما را به فریاد خواندن. پروردگارا، خودت گفتی که ناامیدی کفر است. ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید شما را اجابت می‌کنیم. پروردگارا، ما شما را به فریاد خواندیم، پس ما را اجابت بفرمایید. پروردگارا، نگاه به بدی ما مکن، بد کردیم، نگاه به خوبی خودت بکن، تو خوبی. پروردگار، نگاه به گناهان ما مکن، نگاه به رحمت وسعت رحمت خودت بکن. پروردگارا، پیامبر تو فرموده که ای بندگان خدا، پروردگار شما یک سوم باقی مانده آخر شب نزدیک می شود، به آسمان دنیا می آید، فریاد می زند آیا در این وقت شب کسی هست بندی از بندگان من که به درگاه من دعا بکند، او را اجابت کنم. خواستی دارد که خواستش را اجابت کنم، طلب مغفرت می کند که من او را بیامرزم. پروردگارا، همونطوری که خودید ما دستان نیازمون را به سوی توی بی نیاز و ما نیازمند بلند کردیم. پروردگارا، خودت گفتی اگر بندی از بندگان من دو دستشو بلند کرد، 3 بار گفت یا الله یا الله یا الله، خودت گفتی من شرمم میاد که دست بندی که 3 بار بلند میکنه میگه یا الله یا الله یا الله، اون دست خالی و صفر بر بگردونه. پروردگارا، ما دستان نیاز رو بلند کردیم، ما نیازمندیم، به در خانه توی بی نیاز آمدیم در این وقت شب. چیزی جز آمرزش گناهان، مغفرت، هدایت، رحمت، رضای تو پروردگارا، هدایت برای خودمون و کسانی که دوستشون داریم و فرزندانمون. پروردگارا، ما را بندگان خالص و مخلص خودت قرار بده. پروردگارا، این جمع عزیز و دوست داشتنی که هیچ تقاضای دنیوی ندارن پروردگارا، مگر دنیایی در ظل و سایه عبادت و بندگی تو. پروردگارا، جز رضای تو چیز دیگر را نمی‌طلبند. پروردگارا، اگر ما بزرگتر و گناهکاریم، امشب در جمع ما بچه‌های شیرخوار وجود دارد، بچه‌های 2 ساله و 3 ساله و 5 ساله و 7 ساله که به سن گناه نرسیدن، به سن بلوغ نرسیدن. پروردگارا، اگر ما نزد تو منزلتی نداریم، سر تا پا گناه و تقصیر هستیم، به برکت حضور این بچه‌های کوچک معصومی که گناه نمیشناسند، پروردگارا ما را عفو بفرما. پروردگارا ما را عفو بفرما. پروردگارا ما را عفو بفرما. پروردگارا ما را عفو بفرما، از تقصیرات ما در بگذر. پروردگارا، ما را هدایت کامل عنایت بفرما. پروردگارا، در همه امورات زندگی ما و فرزندانمان و دوستانمان را خاتم و خیر و روسفید بگردان. پروردگارا، ما را بنده خالص و مخلص خودت قرار بده. پروردگارا، مزید توفیق برای مزید بندگی عنایت بفرما. پروردگارا، چنین کن سرانجام کار تو خوشنود باشه و ما رستگار. پروردگارا، این بندگان تو اون چیزهای خوبی که آرزو دارن تو دلشون هست، اون خواسته های خوبشون را امشب برآورده بگردان، مشکلاتشون را برطرف بفرما. اگر غایبی دارن صحت و سلامت با آغوش خانواده بر بگردان، زندانی دارن اسباب براءتش را فراهم بگردان، در خانواده گمراهی دارن اسباب ناراحتی خانواده شده اون را هدایت بفرما. جوان گناهکاری دارن، توبه نصوح نصیبشون بفرما. خواهر بی حجابی دارن، حجاب حشمت و شرم و حیا را نصیب بفرما. پروردگار، اگر مریضی دارن شفای عاجل عنایت بفرما.
کسانی که توصیه دعا کردن، عزیزانی که قطع نخاع شدن تو کما هستن در بیمارستان، اون عزیزانی که تقاضای دعا برای خانواده و برای بچه‌هاشون کردن، همه و همه، چه اونهایی که تقاضا نکردن، همه و همه را شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا چنین کن سرانجام کار تو خوشنود باشه و ما رستگار. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دست همدیگر رو بفشارید، همدیگر رو حلال بکنید و همدیگر رحم بکنید تا خدا